درود تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم دوشنبه 26 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه قرقیزستان تاجیکستان را برآوردن دو شهروندش عیبدار کرد. مسافران از استانبول و کابل در تاجیکستان باید 3 روز کرانتین بشینند. کمیته دین میگوید افطار را در تاجیکستان کسی محدود نکرده است. تاجیکانه میپوشیم راهپیمایی 500 زن و دختر با لباس ملی در باختر. در پانغاز با تهدید چاپ ویدیو از یک زن 4000 سومانی طمع کردند. مصادره 48 سر چاروا از منزل یک ساکن چارکو. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 26 اپریل سفیر تاجیکستان در بشکک نظیرمت علیزاده را به وزارت کارهای خارجه قرقیزستان دعوت کرده به دستش نوت یا یادداشت اعتراضی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان در رابطه با گم شدن دو ساکن ناحیه لیلک ولایت بادکن را سپاریدند. دو ساکن ناحیه لیلک شب 24 اپریل در نزدیکی مرز با تاجیکستان گم شدند. شام 24 اپریل معلوم شد که آنها را مرزبانان تاجیک بازداشت کردند. بشکک در نوتش تاجیکستان را برآوردن آن دو شهروندش عیبدار کرده از دوشنبه خواسته است که قضیه را تحقیق کرده گناهکاران را به جوابگری بکشاند. جانب تاجیکستان تا کنون این ماجرای رخ داده در مرز ناحیه لیلک قرقیزستان با ناحیه غفورف ولایت سوغد را رسما شرح نداده است. واکنش دوشنبه به نوت اعتراضی بشکک و عیبدار کردن تاجیکستان برآوردن دو شهروند قرقیزستان نیز تا حال نشر نشده است. طبق قبلا گزارش شده بود دو جوان شب 24 اپریل در مرز ناحیه لیلک قرقیزستان با ناحیه باباجان غفورف تاجیکستان غیب زدند. آنها در ساختمان یک کارگاه دوزندگی در دهه اکس اوچو کار میکردند. شام 22 اپریل معلوم شد که آنها را مرزبانهای تاجیک با اتهام عبور غیر قانونی مرز دستگیر کردند. جانب تاجیکستان همان شام 24 اپریل هم این دو جوان و هم 6 نفر دیگر قرقیزستان را که نیز در تاجیکستان در بازداشت قرار داشتند آزاد کرد. مقامات تاجیکستان با مقصد پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس شرط‌های ورود مسافران به این کشور از ترکیه و افغانستان را پرزور کردند. سردار ریاست امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی حالت‌های فوق‌العاده و کمک فوری و طبی وزارت تندرستی تاجیکستان نوروز جعفروف روز 26 اپریل به خبرگزاری خاور گفت شهروندان همه دولت‌ها امکان طریق راه هوایی به تاجیکستان وارد شدن را دارند، ولی مسافرانی که از استانبول ترکیه و کابل افغانستان می‌آیند از سنجش مخصوص گذشته باید از کووید 19 تست علاوگی سپارند و تا معین شدن نتیجه تست مدت 3 روز در کرانتین خانگی نشینند. به گفته جعفروف برای وارد شدن به تاجیکستان مسافران از دیگر سمت‌ها نیز باید معلوماتنامه برای نداشتن سرایت به کووید 19 پیشنهاد نمایند. مسافرانی که از روسیه، امریکا، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان می‌آیند با تست منفی از کرونا ویروس به مملکت راه داده می‌شوند. شرایط وارد شدن مسافران از استانبول و کابل در حال پرزور کرده شد که بنا به خبرها وضع کرونا ویروس در ترکیه و افغانستان دیگر باره رو به افزایش آورده است. در ترکیه برای مثال هفته گذشته هر روز بیش از 60,000 مورد سرایت به کرونا ویروس ثبت میشد و پرزیدنت رجب اردوغان در کشورش برای 5 روز از 22 تا 26 اپریل لاکداون مطلق جاری کرد. در این روزها ساکنان ترکیه تنها برای خرید غذا و داروواری می توانستند از منزل‌های خود بیرون بروند. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از اول سال 2021 بعد آنکه که پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام سال نویش گفت کرونا ویروس در تاجیکستان تقریبا به نیستی رسیده است، دیگر یگان مورد سرایت به کرونا ویروس را در کشور ثبت نکرده است. شماره عمومی گرفتار شدگان به این ویروس در تاجیکستان طبق آمار وزارت تندرستی در حد 13,000 و شماره قربانیانش 90 نفر باقی میماند، ولی منتقدان به این آمار رسمی با نظر شبهه نگاه میکنند و میگویند ادعای به نیستی رسیدن کرونا ویروس در تاجیکستان یک ادعای هنوز پیش از وقت است.
افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تاجیکستان در یک مطلب در صفحه‌اش در فیسبوک ایجاد شدن کدام محدودیت برای برگزاری افطار در ماه شریف رمضان را رد کرده است. افشین مقیم نوشته است ضمن بررسی مسئله بالا بردن حجم جریمه ها برای ویران کردن قانون تنظیم در پارلمان، مسئله محدود کردن افطار مطرح نشده بود و یک اشاره رئیس کمیته دین سلیمان دولتزاده را برخی بر غلط به معنای محدود کردن برگزاری معرکه‌های افطار معنی داد کردند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین روز 21 اپریل در پی معرفی تغییرات به قانون تنظیم عنعنه‌ها و بالا بردن حجم جریمه برای ویران کردن این قانون بعد بیرون آمدنش از اجلاسیه پارلمان به خبرنگاران گفت افطار باید تنها در دایره عائله گذرانیده شود. ولی افشین مقیم در مطلبش اصرار می‌ورزد که سلیمان دولتزاده را غلط فهمیدند. اما در مورد افطار طور اشاره نمودیم در جلسه مجلس نمایندگان مسئله ایجاد محدودیت در برگزاری این یا آن معرکه مخصوصاً معرکه افطار محاکمه نشده است. عین حال برگزاری معرکه افطار نه در حاشیه قانون و در اساس قرار ستاد جمهوریوی وابسته به پیشگیری بیماری‌های همه‌گیر محدود نگردیده است. اشاره رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سلیمان دولتزاده در مورد در دایره عائله برگزار نمودن معرکه افطار هم تنها به این معناست که باید در چنین شرایط از همه گونه زیادروی و اسرافکاری خودداری شود. گذشته از این هرچه محدود بودن شماره اشتراکداران دلخواه معرکه از جمله افطار در وضعیتی که هنوز هم احتمال خروج گسترش بیماری سرایتی وجود دارد به سود کار است، نوشته است افشین مقیم. سخنگوی کمیته دین افزوده است که خوب میشد اگر مردم در خیر و صدقه در ماه رمضان و ماه‌های دیگر خود را تنها با آراستن دسترخوان و دادن غذا محدود نمی‌کردند. این را هم باید به نظر گیریم که خیر و صدقه کردن تنها با دادن طعام محدود نمی‌شود. اگر کسی خواهش خیر و صدقه کردن را دارد با راه‌های این کار را انجام می‌دهد که دیگر نه به توصیه کمیته دین احتیاج می‌ماند و نه کسی هم از خیرش خبر می‌یابد. مثلا چه کسی لذت صحبت با طفلکان یتیم را چشیده است؟ وقتی دو شیرینی در دست وارد یتیم خانه می‌شوی چندین طفلک معصوم ددجان آتجان گفته از بند پایت می‌دارند. این یک دنیای دیگر است. او از مردم خواسته است که پیشنهاد سلیمان دولتزاده را همچون حمله نو به آزادی‌های دینی قبول نکنند. صلاح کار این است که هر گونه توصیه و مشورتی را که می‌تواند به سود ما و جامعه ما باشد محدودیت در آخرین مراسم دینی که مردم حق طعام دادن داشتند دشمنی با دین یا گرفتن پیش روی صدقه عنوان نکنیم. طبیعی است این کار را رسانه‌ها با هدف‌های معلوم انجام می‌دهند. هفته گذشته در شهر باختر با اشتراک صدها نفر از زنان و دختران چهاره‌بینی با نام تاجیکانه میپوشیم برگزار شده است. کمیته زنان و عائله تاجیکستان با نشر 4 عکس از این راهپیمایی در سامانه رسمیش خبر داد که عکس تاجیکانه میپوشیم با تشبث ریاست کار با زنان و عائله مأموریت ولایت ختلان و بخش زنان شهرداری باختر برگزار شده است. کمیته زنان گفت در این راهپیمایی 500 نفر از زنان و دختران با لباس‌های چکن، اطلس، ادرس، پاپوری و قراقی به کوچه و خیابان‌ها ریختند. مقامات شهرداری باختر خبر داد که مارش زنان و دختران با لباس ملی در مرکز ولایت ختلان روز 21 اپریل دایر شده اساساً خوانندگان صنف‌های بالایی مکتب‌های میانه و دانشجویان از نزد بنای حکومت باختر تا میدان 70 سالگی وادی وحش راهپیمایی کردند. سالهای آخر در تاجیکستان مقامات با هدف پیشگیری از پوشیدن لباس‌های مذهبی به عقیده این مقامات به فرهنگ مردم تاجیک بیگانه از جمله حجاب و ستر پوشیدن لباس ملی را زیاد ترغیب می‌کنند و هر سری چند وقت در کشور جشنواره‌های چکن و اطلس و ادرس برگزار می‌کنند. و در انجام برنامه خلاصه چند خبر کریمینالی روز. داور و رفشید
دو ساکن 20 ساله جماعت پانغاز نویه اشت به اون گمان بر می شوند که ماه ینور شبانه به ماشین عادل نام کسی سوار شدن یک زن 31 ساله ساکن پانغاز را به نوار گرفته از این زن 4000 سومانی طلب کردند. آنها روز 24 اپریل هنگام گرفتن این 4000 سومانی از جبر دیده دستگیر شدند. بر ضد این دو جوان بر اساس قسم دوم ماده 250 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام تماجویی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی پرونده جنایتی گشودند. به آنها بر اساس این بند قانون همچنین جزا از 10 تا 12 سال زندان تهدید می کند. ساکن 32 ساله مرغو به اون ابدار می شود که روز 20 اپریل در موضع قردیمور دست به شکار غیر قانونی زده یک بز کوهی سیبیری را با کمان ایش 16 یره دار کرده است. طبق خلاصه مرکز تأمینات بیخطری آذوقه‌واری در ناحیه مرغاب گوشت مصادره کرده شده به گوشت بز کوهی سیبیری تعلق داشته وزن خالصش 25 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. شعبه حفظ محیط زیست ناحیه مرغاب ضرر به فوند شکاری رسیده از این شکار غیر قانونی را 6000 سومانی حساب کرده است. دو نابالغ 17 ساله روز 22 اپریل ساعت 13:30 در نزد کالج آمار شهر وحدت یکدیگر را لطوکوب کردند و یکی از آنها با کار دقت شونده یک مرتبه به قسمت بالایی ران پای چپ نابالغ دیگر زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. حالا هر دو را به اوباشی عیبدار می‌کنند. ساکن 53 ساله جماعت چارکوی اسفره برای قاچاق غیر قانونی چاروا دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت که او روز 20 اپریل 48 سر چاروای کلان شاخدار ذات سرسفید قزاقی را جمع به مبلغ 241500 سومانی بدون نظارت گمرکی، بی دکلراسیا و سپاریدن باج گمرکی با راه قاچاق از قرقیزستان به تاجیکستان وارد نموده است. روز 20 اپریل کارمندان میلیسیا این 48 سر چاروای قاچاقی را همچنین دلیل اشعه‌ای مصادره کرده به ضد ساکن چارکو بر اساس قسم دوم ماده 289 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده گشوده به او بر اساس این بند قانون جریمه به اندازه از 119 تا 1460 نشان دهنده و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. روز 23 اپریل تخمیناً ساعت 16 محمد ایوب میرهویف ساکن 54 ساله جماعت استقلال نویه شهر نو در راه ترسونزاده دوشنبه زیر چرخ ماشین دیو نکسیا تحت اداره ساکن 40 ساله جماعت سهشنبه ترسونزاده فیضوف مرادعلی مانده بر اثر جراحت‌های وزن جسمانی برداشته‌اش صبح 24 اپریل در بیمارستان جان باخته است. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. این بود چند خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.